اونا فقط دوتا نوجوان بودن که از سر کنجکاوی قرار بود وارد این خونه متروکه و قدیمی بشن. اونا شایعاتی در مورد این که گنج‌های قدیمی داخل این خونه است شنیده بودن و واسه همین آخر شب به اونجا رفتن. خونه حسابی درب و داغون بود و قدیمی به نظر می رسید. اون دوتا جوون بعد از روزها مراقبت فهمیدن که هیچ کس به اونجا رفت و آمد نمی‌کنه و بالاخره می‌خواستن نقشه خودشونو عملی کنن. کریس داشت جلوتر حرکت می‌کرد، اما جان حسابی مردد بود و از دوستش پرسید مطمئنی کسی اون داخل نیست. دوستش جواب داد من 2 هفته این خونه رو تحت نظر داشتم. هیچ کس نمی اومد و نمی رفت. تنها چیزی که دیدم این بود که یه نور خیلی کوچیک مثل نور شمع بین اتاقا حرکت میکرد، اما نمیدونم اصلا نور بود یا نه. اما اگه کسی هم اونجا باشه حتما این پیرمرد دیوونه است که به راحتی میتونیم از سر راهمون برداریمش. اما جان هنوز احساس راحتی نداشت و حسابی ترسیده بود. یه شعور عجیب غریب بهش دست داده بود و نمیدونست چی کار کنه. دوستش گفت الان در رو باز میکنم. اون دوتا یه چیز کوچیک آهنی در اون، اسمش هم یادم نیست، و به راحتی در رو باز کرد. خیلی راحت در باز شد. داخل حسابی تاریک بود، واسه همین هیچی نمیتونست ببینه. آروم برگشت و به دوستش گفت بیا بریم داخل. دوستش از اینکه کریس رفت داخل حسابی تردید داشت میرفت که ناگهان یک صدایی پشت سرش شنید. سری برگشت تا مکان رو ببینه، اما هیچی نبود جز یه گربه که داره یه موش رو دنبال میکنه. یه کمی خیالش راحت شد وقتی که گربه رو دید که موشو گرفته. بعد میخواست آروم به داخل خونه بره، اما ناگهان در روش بسته شد و اصلاً باز نمیشد. اون سعی کرد دوستش رو صدا بزنه، اما هیچ صدایی نمیومد. از اون طرف کریس هم همین وضعیت رو داشت. اصلا نمیتونست در رو باز کنه و گیر افتاده بود و اصلا صدای دوستش رو نمیشنید که پشت در منتظرشه و هرچی اون رو صدا میزد جوابی نداشت. مثل اینکه هیچ راهی براش نمونده بود. باید میرفت و یه راه دیگه پیدا میکرد برای بیرون رفتن یا نقشش رو ادامه میداد. داخل خونه حسابی قدیمی بود، همونطور که از بیرون معلوم بود، و هیچ چیز اونجا نبود جز تار عنکبوت و یه خورده اشیاء قدیمی. به جز یه چیز عجیب، چند تا شمع روی بعضی از نقاط خونه و میزها روشن بودن. کریس هیچ انتخاب دیگه ای نداشت. اون باید جلو میرفت و یه راه خروج دیگه پیدا میکرد یا که چیزای قیمتی رو میدزدید. اون به یه اتاق دیگه رفت که دقیقا شبیه اتاق قبلی بود. حسابی تاریک، ترسناک و خالی از سکنه، جز این که چند تا شمع اونجا روشن بود. و کریس با خودش میپرسید کجا باید بره. ناگهان صداهایی میشنید که نمیتونیم توصیفش کنیم. اون آروم چاقوش عجیبش بیرون آورد و صداهایی از بالای سقف شنید که انگار یکی داره بالا راه میره. کریس با خودش فکر کرد باید قایم بشه. شاید صاحب خونه است که میخواد اونو گیر بندازه و حضورش رو حس کرده. اون فوراً پشت یه مبل رفت قایم شد و ناگهان چاقوش از دستش انداخت و جلوی دهنش رو گرفت، چون دستش رو روی میخ گذاشته بود که تقریبا دستش رو سوراخ کرده بود. اون آروم و بدون سر و صدا دستش رو بدون جیغ کشیدن در آورد و با خودش پرسید این میخ قبلا اونجا نبود. صدا همچنان ادامه داشت، اما انگار کسی که اونجا بود نمیخواست از پله ها بیاد پایین. واسه همین کریس چاقوش آروم از زمین برداشت و باید دنبال یه راه خروج میگشت. کریس به سمت یه اتاق دیگه رفت که وضعیت اتاق قبلی داشت، با یه تفاوت. اونجا یه چیزی انگاری یه آدم روی زمین افتاده بود و دراز کشیده بود. از اون طرف دوستش داشت تو سطل آشغال میگشت تا یه چیزی به درد بخور پیدا کنه و بالاخره لبخندی ازش دیدیم. اون یه چیزی پیدا کرده بود که بتونه باش در رو باز کنه. اون رفت به سمت در تا در رو باز کنه، اما از اون طرف دوستش داشت به اون شی عجیب غریب نزدیک میشد. تنها نوری که اونجا بود 2 شمع بود که روی میز کناری بود، واسه همین درست نمیتونست ببینه. اون برای کمک بهتر شمع‌ها رو برداشت و آروم آروم به سمت اون شی برد. از اون طرف دوستش حسابیاش تلاش میکرد تا دوست دیگه‌ش رو نجات بده، نمیتونست اونجوری ولش کنه. اما از اون طرف کریس داشت آروم آروم به اون چیز نزدیک میشد، اما همین که شمع برد نزدیک تا بدون اون چیه، خیلی آروم ناگهان جیغ کشید.
از اون طرف دوستش دیگه ناامید شده بود، اصلا نمیتونست در رو باز کنه. با خودش فکر کرد باید چیکار کنم، شاید باید برگردم و کمک بگیرم، اما ما اومده بودیم اینجا دزدی، کی قراره کمکمون کنه؟ اما ناگهان یه صدایی شنید، بهش توجه نکرد، گفت نمیتونم دوستمو اینجا ول کنم. اونجا داخل چه حالیه؟ اصلا کسی اونو گرفته؟ اگه من از اینجا برم پلیس اونو دستگیر میکنه و منم لو میده و به هر حال نمیتونم دوستم اونجا تنها ول کنم. اون این بار داشت ناامیدانه تلاش میکرد در رو باز کنه. دوباره و دوباره و دوباره تلاش کرد تا دوستش رو نجات بده، اما این بار خیلی راحت در باز شد، انگاری که اصلا قفل نبود و به راحتی با دست باز شد. پیش از اینکه داخل این تاریکی بره داخل حسابی ترس داشت، اما باید کریس رو نجات میداد چون اون برادرش حساب میشد یه جوره، چون از بچگی با هم بودن. اون رفت داخل، دقیقاً چیزایی که دوستش دیده بود و دید و آروم آروم داشت میرفت داخل. ناگهان یه چیزی دید، یه صندلی که انگار دوستش یا یکی دیگه اونجا نشسته بود. اون به آرومی سعی کرد دوستش رو صدا بزنه اما جوابی نشنید، واسه همین مجبور بود که به سمت صندلی بره. اون آروم داشت قدم برمی داشت که به سمت صندلی بره، اما ناگهان صدای قدم‌های از بالا شنید که متوقفش کرد، اما اون با دوستش رو نجات میداد و با راهش رو دنبال میکرد. اون آروم آروم به سمت دوستش رفت و اول در رو نگاه کرد که مطمئن بشه باز مونده. اون رو شونه دوستش چند بار ضربه زد اما هیچ جوابی نشنید. آروم به سمت جلوی صندلی رفت و از چیزی که دید حسابی ترسید. اون دیگه دوستش نبود، اون فقط یه عروسک مرده بود، یه چیز عجیب غریب که دهنش رو دوخته بودن و جای چشماش چند تا دکمه گذاشته بودن. اما بدتر از این چیزی بود که پشت سرش داشت اتفاق میافتاد، صدای در که به آرومی داره بسته میشه. سلام بچه، به پرونده SCP جدید خیلی خوش اومدید. امروز یکی از ترسناکترین SCP رو داریم، SCP که نه یه شخصه، نه یه شی و نه حتی درسته یه مکانه. خواستم بگم حتی این مکان هم نیست. خیلی دلم براتون تنگ شده بود و مطمئنم شما هم دلتون برای مجموعه SCP تنگ شده بود. پس بدون معطلی بزن بریم که این SCP خفن و باحال و ترسناک رو با هم بیشتر بشناسیم. SCP-1098-RE و معروف به تئاتر عروسک ها، در واقع یه خونه بسیار قدیمی از قرن 18 که تصمیم باروکی داره، یه تصمیم که یه طراحی بهتره بگم که مال اون دور زمونه است و خونه صدها سال قدمت داره و حسابی قدیمیه و داخل حالت بدی قرار داره. اداره محلی روسیه داخل یکی از روستاهای روسیه چندین بار نقشه اینو کشیده بودن که خونه رو منهدم کنن، اما به دلایلی هی معجل میشد به یه وقت دیگه و تا وقتی که به فراموشی سپرده شد. این خونه حسابی قدیمیه، فقط یه در ورودی داره. هر کسی که میخواد این به خونه و حریمش توهین کنه و اون رو نابود کنه، یه تأثیر غیر طبیعی به ذهنش وارد میشه که باید از این خونه محافظت کنه. اما این تأثیر بعد از اینکه 50 متر از خونه فاصله گرفت دوباره به حالت اول برمیگرده. تنها راهی که میتونی وارد این خونه بشی اینه که از در بری، دری که حتی اگه قفل باشه به راحتی باز میشه و هر کسی که وارد این خونه بشه متوجه میشین که خونه از داخل هم حسابی ترسناکه. بعد از اینکه وارد شدی در خود به خود بسته میشه و تا 1 ساعت همینجوری باقی میمونه. کسایی که میرن داخل خونه میگن که این خونه حسابی از داخل هم ترسناک و قدیمیه. هر کسی وارد خونه بشه تنها چیزی که اونجا میبینه چیزای کهنه است، غیر از شمعی که همیشه روشنه و خود به خود تغییر پیدا میکنه، همیشه روشن باقی میمونه و غیر از این یه چیزی اون بالا صدا میده. صدای قدم هایی که داخل داستان شنیدیم توسط موجودی ایجاد میشه که سازمان اسم اونو SCP-1098-RE-1 گذاشته. اما سازمان SCP میگه دلیل عوض شدن شمع هم همین موجوده. این موجود شمع رو همیشه روشن نگه میداره و براش شبیه بطری عمرش میمونه. سازمان SCP همچنین اخبار عجیبی رو دریافت کرد. در سال 2018 اخبار رسمی روسیه میگفت که چندین نوجوان داخل این خونه گم شدن و رابطه مستقیم با این خونه داشتن یا اینکه وارد اونجا شدن. پدر مادر اون نوجوان ها اعلام کردن که خونه ما داخل همون محله که این خونه هست و پسرهامون به طور غیر ارادی و انگاری معتاد یه چیزی باشن میخواستن برن داخل این خونه. حتی 2 تا از پلیس هم که میخواستن به این خونه برن
به نوبت خودشون ناپدید شدن و همین بلا سرشون اومد. واسه همین سازمان SCP فوراً وارد عمل شد و به پدر مادرها گفت این خونه داخل آتش سوزی نابود شده، واسه همین پسرتون به فنا رفتن که دیگه بدتر نشه داستان. و همشونو و حافظه همشونو پاک کردن با یه دارو مخصوص که اگه ویدیومون رو دیده باشید میدونید چیه، و خودشون وارد عمل شدن تا ببینن داستان از چه قراره. از اونجایی که هر آدمی بره اون داخل به راحتی ناپدید میشه و یه بلای سرش میاد، سازمان تصمیم گرفت یه ربات هوشمند که یه دوربین رو بهش بستن وارد اونجا کنه. ربات وارد خونه شد و دقیقاً شبیه انسان‌هایی که میرفتن اون داخل در پشت سرش به محکم بسته شد. اما چیزهایی که این ربات ضبط کرد حسابی ترسناک بود. ربات رفته بود داخل و جنازه هایی رو با دوربینش ثبت کرد. جنازه هایی که مربوط به همون نوجوانایی بودن که رفته بودن داخل و حسابی ترسناک بودن. انگاری دهنشون دوخته شده بود و به جای چشماشون روی صورتشون چندین دکمه و همچین چیزایی بسته بودن و روی دست و پاشون هم بند بسته بودن، دقیقاً مثل اینکه اونا رو تبدیل به یه عروسک بزرگ کرده بودن. اما بعضی از جنازه ها انگاری از وسط سینه هاشون پاره شده بود و انگار اجزای اونا رو برداشته بودن. خب بچه ها، این حسابی ترسناک و عمیقه. این SCP معلوم نیست از کجا اومده، چجوری به وجود اومده، فقط اونجا بوده. خدایش این یکی از ترسناک ترین SCP هایی که با هم بررسی کردیم، البته از نظر شخصی من. شما هم حتما تو کامنت ها بگید که از نظر شما کدوم SCP ترسناک داره. خیلی خوب بچه ها، بعد از 1 ساعت از اینکه ربات رفت داخل، اتصال کاملا با این ربات قطع شد و محققین رو این پرونده حسابی تعجب کردن، چون یه ربات پیشرفته بود که از راه دور کنترل میشد. برای تجربه دوم اونا یه زندانی رو قراره بفرستن داخل تا هم جای ربات رو پیدا کنه، هم ببینه داخل چه خبره. اونا بهش یه چراغ قوه، یه دوربین که روی سرش میذاره و یه بیسیم دادن و بهش گفتن بره داخل. همونطور که میدونین این زندانی‌ها محکوم به حبس ابد یا مرگ هستن که واسه همین چین کارهای داوطلب میشن. خیلی خوب، خلاصه که رفت داخل و دقیقاً چیزایی دید که ربات دیده بود، غیر از اینکه شمعایی که اونجا بود دوباره انگاری عوض شده بودن و جدید بودن. اون به محض اینکه رفت داخل با بیسیم گزارش داد که صداهای از طبقه بالا میشنوه و انگاری یکی اونجاست و جدا از اون صداها انگار صداهای از اتاقهای قبلی که خودش هم داخلش بوده میشنوه، ولی وقتی که برمیگرده هیچ کس اونجا نیست. محققین بهش گفتن که بره جلوتر و ببینه میتونه یه چیزی از اونجا برداره و برگرده، مثل یه چاقو. اون یه چاقو برداشت و به محض اینکه دستش گرفت اتصال قطع شد. برای تجربه سوم این بار سازمان یه ربات خیلی پیشرفته رو به داخل میفرسته، رباتی که از اشعه ایکس استفاده میکنه و کوچکترین صدایی رو میگیره. این ربات حسابی پیشرفته است و میتونه از پله ها هم بالا بره و برای همچین تجربی ساخته شده. این بار محققین به ربات گفتن که مستقیم به طبقه بالا بره. اون به طبقه بالا رفت و اتاقهای اونجا پیدا کرد. اتاق اول هیچ چیزی داخلش نبود، چندین چرخ خیاطی و چندین جای خون اونجا دیده میشد و همچنین چاقو و وسایل خیاطی. ربات از همه اونا فیلم گرفت و محققین داشتن تماشا میکردن. ربات آروم آروم رفت اتاق بعدی. اونجا چیزهای عجیب تری پیدا کرد، جنازه ها، عروسک ها، انگاری جنازه های عجیب غریب، و یه چیز وحشتناک پیدا کرد. همون زندانی که به داخل اومده بود تبدیل به یه عروسک شده بود، اما این بار چشماشو با چشمای پلاستیکی عوض کرده بودن و یه لبخند خیلی ترسناک بهش داده بودن و بقیه جنازه هم که اونجا بودن دقیقاً همین شکلی بودن. تازه فهمیدم چرا بهش میگن تئاتر عروسک ها. ربات چیزهای عجیبی رو داشت ثبت میکرد با دوربینی که داشت و محققین حسابی شوکه شده بودن که وای خدای من، اینا دیگه چیه؟ اینجا دیگه کجاست؟ این SCP چقدر ترسناکه. به ربات گفتن برگرده. ربات همینجور که داشت به پله ها نزدیک میشد و در خروجی ناگهان دست اومد و اونو گرفت. برای تجربه سوم اونا باز همه زندانی رو فرستادن و یه دوربین این بار به سینه اون بستن که به داخل بره. این بار زندانی به محض اینکه پاشو داخل گذاشت چیزی گفت که زندانی قبلی نگفته بود و اینم این بود که حسابی سردرد عجیب غریبی گرفته و انگار شبیه یه شعور خیلی وحشتناک داخل سرشه، انگاری سردرد میگرنی. اما محققین بهش گفتن که بره و کل خونه رو ببینه
و ناگهان گفت من صدای گریه دختر رو میشنوم. صدای گریه دختر رو میشنوم. اونا بهش گفتن که سریعا به اون سمت بره و ببینه چه خبره. اون با اینکه ترسیده بود رفت اونجا و یه چیز عجیب دید. انگار یه دختر داخل تاریکی با لباسهای قدیمی داشت میرقصید. نور رو روش انداخت و دید که اون یه عروسکه، اما واقعا اون یه عروسک بود. یه عروسک که داشت کنترل میشد با بندهایی که روی دست داشت و روی پاهاش بسته شده بود. زندانی حسابی ترسیده بود. اون به بالا نگاه کرد ببینه بنده به کجا میرسه، اما داخل تاریکی گم میشدن. شاید با خودمون فکر کنیم که این خونه دیگه سقف نداره. اون همچنین داشت این تئاتر مسخره و ترسناک رو تماشا میکرد، در حالی که محققین اونور توی ماشین هیچی نمیدیدن. اونا فقط زندانی میدیدن که به اتاق خالی داره نگاه میکنه. محققین بهش دستور دادن تا آخر این تئاتر اونجا بمونه و بهشون نگاه کنه. اونا 5 دقیقه همین شکلی موندن تا اینکه اتصال قطع شد و صداهای عجیب غریبی اومد. صدای گریه‌ای که قبلا توی رادیو شنیده نمیشد الان شنیده میشه و یه موجود با یه صدای ترسناک داشت یه کلماتی رو به زبون اسپانیایی لاتین میگفت که محققون رو نوشتن و معنیش میشد این تئاتر هزینه داره و مجانی نیست. فوراً این خونه مهرموم شد و این SCP به اسم 1098 نامگذاری شد و هر کسی که اونجا رد بشه رو میگیرن و ازش سوال میگیرن و بازجویی میکنن که ببینن چرا اومده اینجا و آخرم حافظش رو پاک میکنن که دیگه به اینجا برنگرده. این SCP معلوم نیست داخلش چیا هستن غیر از اون موجود عجیب غریب و داخل صنف متوسط و یوکلت گذاشته. ما چیزی که مصممه اینه اگه شما وارد این خونه بشید دیگه هیچ وقت برنمیگردید و چیزی که تو اون تاریک منتظرتونه بیشتر از یه خونه قدیمی و کهنه است. اون کسی که صاحب اونجاست و روح شما رو قراره تسخیر کنه. خیلی خوب بچه ها، اینم از این داستان SCP. امیدوارم حسابی خوشتون اومده باشه. من که خیلی با این داستان حال کردم، حتی خودم وقتی ترجمهش میکردم خیلی برام داستان جذاب و باحالی بود. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید تا ویدیو بعدی. Let's night.